بی خود ندو، صبح تا شب ندو. تو کاری نداشته باش چجوری پولدار میشی، چجوری میاد، چجوری همه چیز برات اوکی میشه. وظیفش جهان هستی. جهان هستی دور شما داره میچرخه. تو اون وسط واسطادی، کل جهان وظیفش دور تو بچرخه. زمانی میچرخه که تو بدونی کی هستی. بعد درون دستکش درونته، بیرون نیستش. بیرون آینه است. بیرون نسبت به فرکانس هایی که فرستادی با درون تو تنظیم میکنه. جهان هستی وظیفش خودشو با شما تنظیم کنه. تو کاری نداری، به تو اصلا ربطی نداره چجوری برات میاد، چجوری ماشینت عوض میشه، خونت عوض میشه، شهرت عوض میشه. تو میری درون، انرژی تو فرکانس رو میفرستی، جهان هستی میگه چشم سر برم، بهت میده. چجوری میده؟ با حال تو یکی میکنه. اگه حالت خوب باشه بهت میده، اگه شاد باشه بهت میده، اگه برقصی بهت میده، اگه کودک باشی بهت میده، اگر آدم جدی باشی بهت نمیده، اگر ناراحت باشی نمیده، اگر غمگین باشی بهت نمیده، بهت غم میده، قصه میده. کاری نداره تو حالا مثلا عزیزتو از دست دادی پارسال 6 ماه پیش، هنوز عزاداری داری میکنی براش، مثلا چه بدونم فرزندتو از دست دادی، حالتو نگاه میکنه، اون کاری نداره چی شده، حالتو نگاه میکنه، میگه حالت خوبه، این بندم حالش خوبه، تو داری فرماندهی دیگه، بهت میده، میگه حالشو خوب کنید. جهان هستی